کار فنی و پله به سبک آمریکا. تنابو میگیری، فشار میدی پایین، میاریش پایین، پای اولو میذاری هول میدی پایین، سری پای دوم و سومو، بعد میای بالا. آخرین پله رو که اینجا لولا داره پاتو ور میداری، پله خودش اینجوری پرت میشه بالا. ما داریم چیکار میکنیم روی این ارتفاع؟ برفکاری میکنیم. البته ایمنی کاملا رعایت شده. آقا رضا خودشو با طناب بسته اون بالا. کلاهای ایمنی هم داریم. این کلاه مال میلواکیه، توشون این شکلیه. یه خورده وزنش زیاده ولی خیلی بهتر از اون کلاه ایمنی هست. جالبه که آپارتمان یه سرمایه گذار خریده، کامل بازسازی کرده. 2 ماه از جای مختلف میان بهش گیر میدن. اینجاش کجه چون میخواد اجاره بده چند واحدو، اینجاش کجه اونجاش راسته، نمیدونم. این هم به سبک آمریکا کار کردن. حالا میخوایم پله ها بریم پایین. اینجوری میریم پایین، میبینید این زاویهش این شکلیه. الان اون پله ها پای اولو که میذاری وزن تو باید هول بدی جلو، ببینید آروم میره پایین. سری پای دوم، پای سوم خودش رفت پایین. به این پله آخرم که رسیدین سری باید یه جامپ بزنین که اینجوری خیلی خطرناکه. این یه بار خورده به دست من، برمیگرده میره بالا. یه ویدیو، یعنی چند تا ویدیو براتون گذاشتم از سرمایه گذاری توی ملک و اینا تو آمریکا. حالا شهری که من هستم توی فیلادلفیا، ویدیوها تو قسمت لانگ هستش، ویدیوهای بلند. یه ویدیوی دیگه هم براتون کامل درست میکنم از بازسازی و کار فنی و اینا. این ساختمون 4 واحد داره. این 4 واحد رو کلا ما بازسازی کردیم، همه چی شد. یه نفر قبل ما اومده بود بازسازی کرده بود، تری زده بود که ما فقط یه ماه و نیم داشتیم اول ترای اون رو جمع کردیم. الان هم اینا شیت راک مأمور برای اینسپکشن اومده، گفته اینا باید مخصوص فایر باشه. تمام اینا رو میبینید بتونه خورده. یه دیوار دیگه ساختیم تا کف زیر زمین، گفت همش باید عوض شه. همه رو ساختیم. یه نیم طبقه جلوی این واحد فقط مونده. این دیوارم دیشب زدیم، تو 11:30 شب کار میکرد. این دیوار رو بزنیم این مشکلش برطرف میشه، احتمالا اینسپکت میگیره. این واحدها نه جای نه چندان خوب، جای معمولی، خیلی معمولی، کامل بازسازی شده. خب میدونید توی آمریکا آشپزخونه باید فردیش باشه، یخچال و گاز و فروینا باید داشته باشه. این 2 خوابه قیمتش هست $1700. کولر چرا روشن؟ $1700 این. و برق نیست دیگه، منطقه خیلی معمولی رو به ضعیف. یه ورودی هم از اینجا داره، این دیگه پلش ثابت. یه حیاط کوچولو، یه دونه هم واحد بالا که بالایی دوبلکسه. یه خوابم 2 تا پایینی هم یه خواب است که قیمتشون $1500. ولی خب فول بازسازی و رنگ و کف و سقف و نور و همه چی. این هم طبقه اول واحد 3 خواب است، دوبلکس، اینجا میره بالا. یه خوابشه. این بد نیست. این پله هاش اینجاست، پله های اضطراری. و این پاگرد مخصوص همه واحد هستیم. اینجا میایم بالا. یه سرویس اینجا داره، سرویس حموم و دستشویی. یه اتاق اینجا داره، این پله اینجا داره. این بد نیست. جلوش لالو درخت رو به خیابون اصلیه. جلوش هم 2 تا کلیسایی میبینی؟ پشت سر همینا هی زنگ میزنه هر 1 ساعت.
این همین چی هست کارهای ما که ایشالله که همین 1-2 روزه جمعش میکنیم دیگه. یه هم آشپزخونه‌ش اومده بودن گیر داده بودن گفته بودن گازا اندازه 1 میلیمتر شل بود. اینسپکتور پاس نکرده بود گفته بود اینا رو باید درست کنیم. اصلا یه گیرای اصلا عجیب غریب. همه واحدا از اینجا ورود میکنن. الان این در زیر زمین رو ببندیم. این در یه واحد 2، اون واحد 1. اینجا پله میره بالا که رفتیم با هم دیدیم. یه هم وسایل کار ما و همه چی بود دیگه. بقیه چیزامون هم نصب یه دونه یونیت اشتباه بوده. باتریمون هم شارژ شد برش داریم. باتری های میلواکی شارژ میشه سریع بردارید. یا هم دستشویش بد نیست خوب هم نیستی. سکشن 8 اگه میدونین چیه، این خونه رو دارن همشون مالک تصمیم داره اجاره بده به دولت که بدن به سکشن 8. اگر نمیدونید سکشن 8 چیه لطفاً کامنت کنید، ویدیوی بعدی رو کامل براتون توضیح بدم که سکشن 8 اصلا به چی میگه. کلیاتش اینه که دولت به خانواده های کم درآمد خونه مجانی میده. مجانی نه، ماهی $200 اجاره میگیره ازشون. اونم دوباره پولشو خودشون میده بهش. دولت میده. با دولت هم تو آمریکا دیل میکنی یعنی اصلا 1 روز تأخیر نمیشه. ضرر کنی بیشتر از ضررت بهت ضرر زیاد میده. خیلی سود خوبی داره با دولت دیل بکنی. اون سوراخ‌ها اون بالا تو ویدیوهای شورت هست، رفته بودیم اون زیر، بهش میگن اتک یا زیر شیروانی، که درست پکش نکرده بودن. سنجاب اومده بود تمام سیمای برق رو جویده بود که ما سیم کشی کل ساختمون رو عوض کردیم. بریم ما همین کوچه هم ببینیم چه جوریه. این درنگ اون آقای معتاد اونجا منتظره در کلیسا وا بشه، هر 2 ساعت غذا میدن. این یه کلیسا ساینش اون فکر کنم مریم مقدس اونجا وایساده. اینم یه کلیسایی که ساینش اون آقایی که نمیدونم که. این دو تا چیز مختلف، یعنی 2 تا فرقه مختلفن. اینم خود ساختمون، اینم خیابون. اینم یه آتش نشانی قدیمی فیلادلفیا بوده که الان توش ماشینای 150 سال پیشو گذاشتن، 120 سال پیشو گذاشتن، نمایشگاه شده. امروز نمیدونم چرا تعطیله ولی بچه‌ها رو میارن این ماشینا رو نگاه کنن. جالبه. به اینجا میگن نوریستان. نوریستان یه شهر کوچیکیه کنار فیلادلفیا که شهر خوبی نیست دیگه، ضعیفه. خب پس اگه دوست دارید بدونید سکشن 8 چیه لطفاً کامنت بذارین. برقرار باشید، دستاتون پولی.